عرض سلام خدمت خانمای با سلیقه و تمیز که مثل زن من کثیف نیستن. به کسی بر نخوره من میگم زن کثیفه ها. نگاه کنید این وضع قابلمه هایی که خریدم، یه سریشم برای جهاز خانومه. نگاه کنید به چه وضعی انداخته. خدا وکیلی تو اینا به ما غذا میده. کرونا بیاد اینجا، کرونا مریض میشه فرار میکنه. دیقنم برنج انداخته این رو برای ناهار ما. اینم وضع کتریشه. خدا وکیلی ببینید وضع قوری کتری رو نگاه کنید. تو این به ما چایی میده. نگاه کنید داخلش هم بگیرم. اینم داخلشه. اوه بخارم زد. خب همه با هم زن کثیف، زن کثیف، زن کثیف، زن کثیف، زن کثیف.